با نام و یاد خدای بزرگ یکی دیگه از برنامه‌های سینما و دوبله رو در خدمتتون هستیم. امیدوارم هر کجا هستید سلامت باشید، موفق باشید، برنامه‌های ما رو دنبال کرده باشید تا اینجا. امیدوارم راضی بوده باشید. ازتون خواهش میکنم اگر احیانا انتقادی یا مثلا نظری دارید اینو حتما برای ما بنویسید، یه جوری به ما برسونید که ما ببینیم برنامه خوب پیش رفته یا نه. خب بینندگان عزیز، صدای چنگیز جلیلوند رو شنیدید، صدای شیرین چنگیز جلیلوند. بله، ایشون اینجا حضور دارن و ما باشون صحبت میکنیم. امیدوارم پسندیده باشین. چنگیز جان، من میخواستم ازت خواهش کنم یک پرش داشته باشیم. این تا اینجا شما با بعضی از بچه‌ها صحبت کردیم که مثلا دوبله چجوریه، باید تو این اتاقا وایسین یاد بگیرین. به این سادگی نیستش که بیان یهو بشینین نقش اول بگیرین. این برای اینکه اونایی که علاقه‌مند به این کار هستن، به خصوص جوانای این دوره، خیلی به دوبله علاقه‌مندن و خیلی به صدای جلیلوند علاقه‌مندن و دوست دارن همیشه جلیلوند در کنارشون باشه، بدونن که چنگیز جلیلوند چه زحمتی کشیده شد تا این مرحله رسید. الان میخوام چنگیز جان یه جهش داشته باشیم، بیایم یه دوره بالاتر که چی شد که چنگیز رول اول گو شد، نقش اول فیلمو گفت. این باعثش کی بود و کی این تشویق رو کرد و کی صدای جلیلوند رو برای نقش اول شناخت؟ این برای ما خیلی ارزش داره. بعدن خود من متوجه شدم تنها کسی که با من شروع به کار کرد، من راه انداخت، آقای منصور متین بود که من هیچ وقت راجع بهش صحبت نکرده بودم و امروز دلم میخواد ازش صحبت کنم. امیدوارم که اگر در دنیا باشن عمر عزتشون زیاد بشه، خداوند واقعا بهشون کمک کنه. اگرم که نیستن که دیگه لطف الهی شاملشون بشه. ایشون خیلی باعث شد که من یادمه که ایشون گفتش که اونم هنرپیشه تئاتر بود دیگه. بله، از بازی قدر خوشقیافه جوان اول شوهر خانم مورین بود. بله. خانم مورین هم خودش هم هنرپیشه تئاتر بود، هم گویندگی میکرد، میومد دوبلور بود. من با این آدم انتیم شدم و ایشون باعث شد که رولای کوچولو ولی خیلی قرص و محکمی به من بده. و یادم اولین فیلمی که خیلی خوب بود به من داد در فیلم شیرهای جوان که مارلون براندو بازی میکرد و یه هنرپیشه دیگه هم اون تو بود که خیلی مشهور بود به نام ماکسیمیلیان شل. اونو به من داد و من به خوبی اونو اجرا کردم. و بعد یادمه که تقریباً باز فیلم‌های خوبی از طرف آقای متین به من پیشنهاد شد و من رفتم که اون موقع اونا رو در استودیوی شاهین فیلم دوبله می‌کردیم. که استودیوی شاهین فیلم تو خیابون بهار بود. که آقای جراح‌زاده و اینها اونجا بودن، وارنیک و گارنیک و یه هم چیزای صاحب استودیو هم بیشتر اون موقع ارامنه بودن. اونجا بیشتر کار کردم. یادم با آقای متین رولای خیلی سنگین و بزرگی به من داد. و در خلالش خب جاهای دیگه هم میرفتم. آقای ثقفی هم بودن، یه مدیر دوبلاژ بودن تو استودیویی بود به نام دی سی ها تو لاله‌زار بود. اونجا میرفتم. به هر حال دوبله رو قبول کردم که بیام و دانشکده رو یواش یواش گذاشتم کنار. چرا گذاشتم کنار؟ نگاه کردم دیدم که من معلم دبیر تاریخ جغرافی اون موقع ماهی 1500 تومان میگرفت. دبیر تاریخ جغرافی. توی دانشگاه، توی دبیرستان‌های بزرگ دبیر تاریخ جغرافی میگرفت 1500 تومان. گفتم خب من الان که دارم کار میکنم اگه بتونم مثلا 3-4 تا رول اول در یه ماه بگم، خودش یه 1000 تومان 2000 تومان پول میشه. خب این علاقه اینجوری هم گفتم خب اینی که بیشتر چسبیدم بهش تا بهم پیشنهاد میکردن. چون اون موقع میدونی که در 3 قسمت فیلم ها دوبله میشد، در 3 مرحله از روز 3 تا پریود بود. یکی 9 صبح تا 1 بعد از ظهر، از 1 بعد از تا 7 تا 11.
بعدم سر صدا افتاد که آره یه پسره اومده صداش خیلی بانمک و فلان، جوون میگه. آقای رسولزاده ما رو خبر کرد دیگه. ولی هیچ آقای وقت... رسولزاده هم تو استودیو شاهین فیلم میومدن میرفتن. آره میرفتن. آقای چیز منو خبر کرد، آقای جراحزاده منو خبر کرد. با آقای جراحزاده هم فیلمی کار کردیم. آره دیگه با آقای جراحی یه فیلم خیلی فوق العاده ای که هنوزم الان دنبالشم نتونستم پیدا کنم، به نام سیاه و سفید بود که جرالد فیلد بازی میکرد. جرالد فیلد. اون فیلمو عاشقانه دوست داشتم و الانم هرچی میگردم دنبالش پیداش نمیکنم. اون رول اول جرالد فیلیپو داد به من. جرالد فیلیپ هم بعد فوت کرد، جوان بعد بود. از این شیرهای جوان چنگیز جان با آقای متین، منصور متین، بعدش باز فیلم‌های دیگه هم کار کردیم. ریشه های آسمان رو کار کردم که هنرپیشه‌اش یادم نیست، ولی یه رول خیلی سنگین داشت که خودش میگفت. ترور هوارد بود. اونو میگفت. ولی یه رول دیگه بود که جوان اون فیلم بود و به اصطلاح نقش اول اون بود، اونو داد به من. پس به این ترتیب آقای متین در استودیو شاهین فیلم هم مدیر دوبلاژی میکردن و هم گویندگی نقش اول فیلمو میکردن. آره هم خودش مدیر دوبلاژی، برای کسی حرف نمیزد. مدیر دوبلاژی میکرد، رولای بزرگش هم خودش میگفت. این مشکلی براش به وجود نمی آورد که مثلا هم گویندگی بکنه هم مدیر دوبلاژی بکنه؟ نه، برای که ببینید اون موقع مدیر دوبلاژی وقتی یه دیالوگو مینوشتن بله حفظ میشدن دیالوگو. صحیح. میدونستن چی کار دارن میکنن. تمام رولا رو میدونستن که این کاراکتر چجوریه، این چه حالی داره، این درام کمدیه، این عبوس شیرین فلانه. کاملا پخته میشد فیلم برای مدیر دوبلاژ وقتی میومد اونجا و فیلمو شروع میکرد. در ضمن وقتی دیالوگ دستش بود میومد برای دونه دونه بچه‌ها هر کسی رولشو میخوند. میگفت آقا شما اسم جان بنویس. جان گفت فردا به دیدن مادرم خواهم رفت. شما مینوشتی. اون یکی همینطور. این هم سینگ زده بود هم رولا رو دور، اصلا حفظ بود همه رو. چنگیز جان برای اینکه خسته نشیم اگر اجازه بدین این جعبه خاطرات رو یه نگاهی بکنیم و برگردیم. خواهش کنم. بینندگان عزیز به جعبه خاطرات توجه بفرمایید. فیلم لارنس عربستان با شرکت پیتر اوتول که آقای جلیلوند به جای ایشون صحبت کرده بودن. اصلا شما صدا رو شنیدین؟ شاید یه موقع شک بکنی به من. واقعا میبینیم من درست میگم، صدا طلایی بود دیگه، خیلی زیبا جاش گفته بود. آقای چنگیز جلیلوند خسته نباشی با این کارایی که کردی. انقدر کارای شما زیاده و انقدر تعداد پرسوناژایی که گفتین زیاده. یکی از پرسوناژای دیگه که من هیچ وقت یادم نمیره، خود من که آمده بودم دوبله، یه روز اومدم تو استودیو مولن روژ اگه یادتون باشه، یه فیلم آقای کسمایی خدا رحمتشون کنه، استاد بلا منازع ما واقعا، اومدم اونجا خواستم یه پولی طلب بشم از آقای کسبی، دیدم یه فیلمی داره اونجا دوبله میشه، دیدم صدای شما تو اتاق فرمان میگه یه رولی رو داریم که مثل فشه این نقش حرف میزنه. اومدم پرسجو کردم، دیدم فیلم المر گنتری بود مثل این که برت لنکستر بازی میکرد تو المر گنتری. بله برت لنکستر در همون فیلم هم جایزه اسکار گرفت. اون تو اسکار گرفت. من یهو اومدم پلو آقای کسمایی، روم نمیشه با آقای کسمایی بگم که دیدم آقای کسمایی تو اتاق دوبله. عزیز اگه عادت داشت از این سر اتاق میرفت اون اتاق میومد این سر اتاق فقط راه میرفت اونجا و تمرینا رو نگاه میکرد. من دیدم اصلا این مرد خدا رحمتش کنه، دیدم حیران شماست. حالا من اون اتاق فرمان یه مقداریش رو دیده بودم دیگه، گفتم من که این پشت حالا حیرانم، خب حالا من بعداً دوبلور میخوام بشم، حالا بعداً ممکنه منم از دیدم آقای کسمایی واقعا یکی از نقشایی که من هیچ وقت یادم نمیره همین المر گنتریه. حالا برگردیم دوباره به این برنامه لارنس عربستان. نقش لارنس عربستان رو میخوام بدونم در فیلم لارنس، نقش پیتر اوتولو کدوم یکی از مدیر دوبلاژهای ما بودن که به شما پیشنهاد دادن و این فیلم در کجا دوبله شد؟ این فیلم مدیر دوبلاژش مرحوم عطاالله کاملی بودن. به آقای کاملی. نمیدونم استودیو سانترال دوبله شد یا ایران فیلم. فکر کنم سانترال بود. سالن بسیار بزرگی بود. سالن مثل سینما بود، بسیار بزرگ بود. دستگاه‌های جدیدی که اون صاحب اون استودیو. یک سوال کوچیک دارم، فاصله زمانی اون از مردی گفتن به قول ماها، از رولای کوچیک گفتن تا به المر گنتری رسید و تا به
شیرهای جوان رسید، اینا فاصله چند سال شد. میخوام سرعت انتقال شما و استعداد شما و این صدا رو چقدر یهم اینا همه دوست داشتن و علاقه‌مند شدن و تو همه فیلم‌ها نقش اول میدادن به جلیون. فاصله زمانی اینا رو توی تو همون یه سال بود دیگه. اینا یک سال. آره تو یه سالم شاید کمتر بود. یه سالم شاید کمتر بود. جلیون شناخته شد. آره من سال 40 رول اول میگفتم دیگه. آقای جلیون اینقدر این لورنس عربستان، من یادم چندین بار این فیلم تو سینما دیدم، به قدری شما متبحرانه و با اون صدای زیباتون جای این پیتر اوتول حرف زده بودین، اصلا تو سینما واقعا همه مات و مبهوت این نقش بودن ها. و اون چقدر خوبم بازی کرده بود و شما بله. چقدر با نقش خوب پیش رفته بودید. تنها هنرپیشه‌ای بود، تنها صدایی بود که وقتی رو این هنرپیشه انتخاب کردم، این صدا رو هیچ هنرپیشه، هیچ بازیگر دیگه ای نرفت. فقط این صدا مخصوص پیتر اوتول بود برای همون یه سوال برای من اینجا پیش میاد آقای جلیون. اون موقع مدیر مثلا حتی آقای کاملی برای این نقش پیتر اوتول آیا از کسی دیگر تستی گرفته بود به شما رسید یا درجا شما رو انتخاب کرد؟ نه خود آقای کاملی که واقعا تسلط کامل داشتن روی شناسایی دوبلورها و صداهاشون، استعدادهاشون و من نمیدونم چطور شده بود که ایشون من انتخاب کرده بود. آقای جلیون ببخشید، بعد از این یکی از پرسوناژهایی که در دنیا خیلی معروفه و اسکار گرفته هم هست و فلان اینا، یکی من چون خودم خیلی دوست دارم این شخصیت، و مارلون براندوه. مارلون براندو اصلا یه چیز دیگه است. اصلا پیتر اوتول بذاریم کنار، بله، پول نیومن رو بذاریم کنار، بت لنکستر رو بذاریم کنار، خیلی آرتیستای دیگه همه رو بذاریم کنار، آرتیستایی که شما گفتید. حالا برسیم به مارلون براندو. یک عجوبه دیگه بود تو سینما. یه چیز دیگه برای خودش. آره سبک بود واقعا. این سبک رو شما خیلی خوب به مردم شناسوندین در کار دوبله در سینما. مارلون براندو طوری شد دوست داشتنی طور. اگه دوستش داشتیم حالا با صدای جلیلوند، با این فرمی که جاش حرف میزنه، اصلا ما هم تو حیران بودیم خدای جلیلوند این صدا کجا اومد، این چه استعدادیه؟ اینو برای ما یه توضیح کوچیک بدین که من دیگه زیادم خستتون نکنم، چون مردم به اندازه کافی شما رو میشناسن، لازم نیست من معرفی کنم. ببینید براندو مثل همون خوبه، من همیشه گفتم خوبه. مخلص شما. ما شاگردی می‌کنیم برای شما. متشکرم. مال خدا. چیز این براندو هم یه دونه از اون صداهای استثنایی بود که صدای معمولی نبود، که اینم باز من صدا رو ساختم. هی سعی کردم، چون میدونیم به طور کلی من عادت دارم، خودت میدونی صدایی که انتخاب میکنم برای اون هنرپیشه کاملا گوش میدم بهش. من دیدم کاملا گوش میدم ببینم این چی کار میکنه، بعد لب و دهنش قشنگ نگاه میکنم، فریاداشو نگاه میکنم، حس و حالشو نگاه میکنم، چقدر خوب بازی کرده، چقدر مثلا همه اینا رو در نظر میگیرم، بعد میشینم پشت میکروفون کار انجام میدم. الانشم تقریبا نه به اون شکل، ولی خیلی دقت میکنم که اون حال هوا باشه. این فیلم زاپاتا اولین فیلمی بود که جاش حرف زدیم. اولین فیلمی که من به جای مارلون براندو صحبت کردم، به نظرم خیلی زیاد توی استودیو میساقیه با مدیر دوبلاژی آقای کاملی بود که اونجا این صدای اینو دیدم، روش کار کردم. یه روزم با آقای کاملی گفتم بذارید من تیکه‌ای که شما میگیرین بگیرید، من یه روز حال هوای اینو ببینم. بله. اینا گفت باشه خیلی خوبه اینا. اون وقت یه روزم که نبود اونجا که می‌بینید. بله 7 روز 10 روز طول می‌کشید. یه روز من نشستم همینطوری هی گوش کردم، هی رفتم جلو میکروفون نشستم ببینم این چجوری. بعد اومدم خونه، دیدم خدای من تو دماغی چجوری بگم نمیشه. پنبه گذاشتم نشد، چسب گذاشتم نشد، نمیدونم پنبه افتاد، یک مکافاتی همینطور جلو آینه تمرین می‌کردم. بعد یه دفعه خدا رحمت کنه مادرم گفت تو حسین آقا رو میشناسی؟ گفتم کدوم حسین آقا؟ گفت همون یخ میفروشه، یخای قالبی مثلا سر خیابونمون. گفت برو ببین او خیلی تو دماغی ما در حرف بزنه، ببین ازش یاد بگیر، اداشو در بیار. گفتم حسین آقا فلان. اومدم دیدم آره حسین آقا میاد، یخ کیلو 16 تومن، یخ. گفتم ای مثل این که این آره یه خورده بهش گوش دادم اینا. بعد گفتم حسین آقا میشه 1 کیلو یخ؟ چقدر پسر جو میخواد؟ گفتم 1 کیلو یخ. دیدم همین صدای اونه. خلاصه یکی نیم ساعتی وایسادم، گفتم میخوای من کمکت کنم؟ گفت نه بعد چه جون؟ گفتم نه من
برای که وایسم اونجا این یخو میگرفت، خورد میکرد، مینداخت توی این کیسه پلاستیکی کم اونا نبود که، مینداخت لای روزنامه، میذاشت لای روزنامه، میده دست مردم. یه یارو که میخواست بیاد همه کاسه میوردن دیگه، یخای تیک تیکه رو مینداختن اون تو، میوردن خونه، نه میشستن نه چیزی میخوردن و هیچ طورش هم نشد. ماشاءالله. آقای جلیلوند، منو حیران کردی. احسن به این معرفتت، احسن به این نوع یادگیری یا فرا گرفتن. این چجوری این رولا پیدا شده، این نقشا پیدا شده. دیگه نه پنبه‌ای به کار رفت، نه چسبی زدیم اصلا اینا. دیگه صدا از رو- فرداش اومدم و گذاشتم. آقای کاملا گفت خیلی خوبه، اسم خودش داری حرف میزنی. آره من هیچ وقت یادم نمیاد اونجا که بهش میگفت اسم چیه، جواب نمیداد. آخر سر گفت اسم چیه، میگفت امیلیانو. امیلیانو زاپاتا. به به. آقای جلیلوند، خداوند برای هر کسی، هر شغلی، هر آدمی یک استعدادی گذاشته. یکی برای کتاب فروشی گذاشته، یکی برای نقاشی گذاشته، یکی برای موزیک. به جلیلوندم خداوند یک صدا داد و خداوندم از تو میخواست که خوب بهره بگیری از این صدا و این صدا رو در اختیار مردم قرار بدی. من آرزو میکنم عمر با عزت داشته باشی، برای دوبله ایران همیشه باقی بمونی. صدای شیرینت، صدای قشنگت، بیان زیبات و کاری که انجام میدی و ماها و شاید بزرگتر از ماها از جلیلوند یاد بگیرن که گویندگی به چه شکل بوده و با چه زحمتی. من زیاد راجع به شما نمیتونم حرف بزنم به خاطر اینکه مردم همه شما رو میشناسن، با صدای شما آشنان، با تمام نقشایی که گفتی آشنان و آرزو میکنم که این برنامه بهتون چسبیده باشه با حضور جلیلوند عزیز. جلیلوندی که یک دوبله، یک دوبلاژ بهش افتخار میکنه. آقای جلیلوند خیلی خوش اومدی به این برنامه. اگر حرف چیزی داری این دوربین و این شما و این مردم ما. مرسی. ملت ایران رو به خدا میسپارم. امیدوارم خدا پشت و پناهشون باشه که هست و همیشه احساس میکنم خداوند ایران رو دوست داره، این خطه رو اصلا دوست داره. همیشه یه ریزی کم آبی میشه فوری بارو میاد، یه خود خوشحال میشه درست میشه. نمیدونم چی دنبالشه، چه دعایی پشت سرشه که امنیت بالاترین چیزیه که این مملکت داره. قدر این امنیت رو بدونین. به خدا من که الان اینجا نشستم با خیال راحت دارم با آقای منوچهر والیزاده دوست عزیزم که عاشقشم واقعا از روز اول میدونم تنها کسی که واقعا برگشت منو تبریک میگه و استقبال میکنه از من منوچهر والیزاده است. خدا گواهه این امنیتی که ما داریم هیچ جای دنیا ندارن. شکرگزار باشید که این امنیتی داریم و دعا کنیم به بانیانش. محبت داریم. بیننده‌های عزیز، امیدوارم که این برنامه مورد توجهتون قرار گرفته باشه. تا برنامه‌های آینده و گوینده دیگری با شما خداحافظی میکنیم. شبتون بخیر. خدا نگهدار.